منی پول رو برای دوستانی دوست و نشکش موچه میبرم موچه. چی؟ دوست تو چی گفتی نشکش؟ تو چی؟ تو هم نشکشی؟ موچه. میگویند چند ده سال پیش تئاتر در تاجیکستان آنگونه سربیننده بود که آدمان در نزد دری آن بلیت میجستند و تالارها پر از مردم بودند. حالا بیشتری تماشابینان خوانندگان مکتب یا دانشجویانند که بلیت ها را به سرشان بار کردند یا آموزگاران آنها را به تئاتر میآورند. مخلصان تئاتر انگوش شمارند. این به هنرپیشگان تاثیر منفی میگذارد. همون وقتی که در تئاترها نوبت نیستند برای بلیت برای در آمدن، همون وقتی که مردم خواهش تئاتر رفتن میکنن، همون وقتی مردم درک میکنن که تئاتر چی، اون وقت مثل که راضی باشه از بحث. حالا من چی دروغ بگم اگر مثلا بگم که البته این نارضایتی من ناشکری نیست، اما چیزی واقعی است برای من حال حاضر راضی نیستم. در جامعه عقیده رایج است که پیدا شدن اینترنت و دسترسی عمومی به فیلم و نمایش ها سبب از تئاتر دور گشتن مردم شده است، ولی این بازیگر تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف چون این عقیده را نمیپذیرد. فیلم با کلی از تئاتر فرق دارد. مثلا در تئاتر باشد، مثلا تئاتر چیز زنده است که این همین حاضر واقعی که حاضر شما تماشا کردید، واقعی که حاضر رفتید است، هنرمند عین همین زمان بازی میکند، زنده است و شما در عین زمان میبینید. نه مثلا هیچ وقت این نمایش که امروز شما تماشا کردید پگاه هم مثلا ساعت 2 نمایش میشد، این نمایش که فرق مانند نمیشه، فرق میکنه، برای که و دیگه خیلی وارد میشه اون هنرمند، از اونجا دیگه خیلی وارد میشه، یعنی چیزی زنده است. ما تنبلیم، خصوصا حاضر وقتی دور این تلفن‌های موبیلی، اینترنت، کم کتاب میخوانیم، ولی در یک لحظه کوتاه که 1.5 ساعت دوام میکند، فرض کردیم فردوسی، فرض کردیم از اول تا آخر مثلا درباره حیات و زندگی فردوسی رو تماشابین با خبر میشود. تئاتر خیلی مهم است. ولی بینندگان چی نظر دارند؟ اکثر همصحبتان ما در دوشنبه گفتند یگان بار به تئاتر نرفتند. از 16 کس فقط 1 نفر به تئاتر رفته است، آن هم 6 ماه پیش و از حساب جای کار. این هم در حالی که تاجیکستان 20 تئاتر کسبی دارد. ساکنان دلیل نرفتن خود به تئاتر را گوناگون شرح می‌دهند. آخرین بار کی تئاتر رفته بوده؟ نمیدونم، در یادم نیست. یگان بار رفته؟ ها، بسیار می‌رفتیم وقتی مکتب سویت بسیار می‌رفتیم، لاوتی می‌رفتیم، اینا مایاکوفسکی می‌رفتیم. تئاتر نغزه میشینه، یا چیزای نغزه خوب میشینه، خوب و گنده ها، آدم معنویاتش دیگر میشه، وایش دیگر میشه، طرز زندگی دیگر میشه. این تئاتر اساسی چیزی خوبه اونه که کودکای ما خانه میرن راست چگونه. میدونه در تهران چند تئاتر یا نام اون تئاتر میدونه؟ تئاتر لاوتی فهمیدم با چی؟ با تئاتر جوانان است، تئاتر لاوتی است یا؟ فکر نمیدونه. نه خیلی چی خیلی نرفتیم، نه نرفتیم. کدام تئاتر رفته بوده؟ تئاتر لاوتی. کدام نمایشنامه تماشا کردید؟ درباره خانم اویلا، زندگی اویلا. چی گفتم؟ یاد ندارم. خب خودتون رفتید یا از طرف جای کار بلیط دادن؟ از طرف جای کار رفتگیم. یگان بار نرفت. برای چی؟ برای اون که تئاتر هم نمیدونیم کجا بخشش. نه چه بدم نبره یگان بار. وقت نه، زمانه خیلی عمره، فقط کار. ای پای زندگی. آخرم این نرخونه بورا بی. بعد نجنبی نشود تئاتر رو سونده موندگی. تئاتر که تئاتر وطن. نه تئاتر کی نه تئاتر. خیلی گشتگی خیلی تماشا کردیم. برای چی دراماتورگی ما زمان امروز فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک همینا را استفاده نمیکنند. اما گفته می شود سبب در آن است که تئاتر آدمان را به خود نمیکشد، چون نتوانسته است به پرسش‌های امروزه مردم پاسخ گوید، دردهای جامعه را به نمایش گذارد. ما همیشه توجه میکنیم به دراماتورگی عصر 18 و 19 و 20. نمیخوایم از پرابلم‌های امروزی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فرهنگی کشور
بگیم. اگر میخواهیم گفتن اونم بهانه میکنیم پشت دراماتورگی عصر 19 و 20 بجا شده میگیم. یعنی روک و راست آشکارا پرابلم هویدا مگر فاجعه نیست که روی صحنه بیاد. رفایدا بود دیگرش. پرابلم نیست که روی صحنه بیاید. هزارها پرابلم های که جگر خراش است که اونا باید امروز روی صحنه بیاد و در این برابر البته هزارها دستاوردهای خوب و زیبا هم داریم که اینا هم باید روی صحنه بیاین. یعنی برای کمبود نمایشنامه‌های معاصر ملی، رژیسور پیشرفته درامه‌های عصرهای گذشته و نبودن نقد و تبلیغ تئاتر نیز تأثیر خود را دارند. این هم گفته می شود که در دوره شوروی شخصان اول کشور و همسران آنها مخلص تئاتر بودند که دیگران را نیز وادار به پیروی می‌کرد. با وجود دوره سخت خود امید آن زنده است که روز تئاتر تاجیک جایگاه پیش‌رأیش را باز می‌گرداند. وضع تئاتر تاجیک айни ҳол инқадар бад нест. ман фикр мекунам чаро ки баъд аз ин чандин фестивалҳое ки ман нигоҳ кардам хеле ҷавонон ба театр омаданд ва ҳастанд дар филмҳо ҳатто нақш меофаранд худи ҷавонон. ман аз ин хеле шод ҳастам. яъне вазъ аз нигоҳ карда ба пештар хеле хуб аст. аммо бозам дар ин ҷо як нуқтаи дигар аст ки ин ҷавонон агар дастгирӣ наёбанд ҳатман инҳо тарк мекунанд театрро. آرزوی همه کارمندان تئاتر پر بودن این تالار هاست، اما معلوم نیست که کی این آرزو عملی می گردد.